رضا مردی جسور و تنها شنیده بود که خانه متروکه در انتهای روستا شب و صدای عجیبی دارد. مردم میگفتند هر کس وارد آن خانه شود دیگر بر نمیگردد. او که به شایعات اعتقادی نداشت، شب هنگام چراغ قوه‌اش را برداشت و به سمت خانه رفت. در چوبی قدیم با صدای ناله‌ای باز شد. بوی نم و کهنگی هوا را پر کرده بود. داخل خانه تاریک و سرد بود. رضا در سکوت پیش رفت و چشمانش به در چوبی کوچک دیگری افتاد که روی آن نوشته شده بود: هرگز این در را باز نکن. کنجکاویش او را مجبور کرد در را باز کند و چیزی جز تاریکی پشت آن نبود. اما وقتی برگشت دیگر خانه تغییر کرده بود. دیوارها بسته شده بودند و صدای قدم‌های سنگینی در پشت سرش شنیده می‌شد. رضا چراغ قوه را سمت صدا گرفت، اما هیچ کس نبود. صدای خشخش نزدیکتر شد و سپس زمزمه‌ای در گوشش پیچید: تو هم یکی از ما شدی. صبح روز بعد مردم تنها چراغ قوه‌ای شکسته را در نزدیکی خانه پیدا کردند. رضا هیچ وقت برنگشت.